با افتخار داوران برنامه آقای شاهزمان طبله، آقا میر گیتار، کبیر کبابی، بانو گلمینا، اگه یک نفر درام بگیرم مثل موار اینجا رامشگر سی بگه بر من بسیار جا جالب است. یک نفر اثر بامم بفته بر ازی بسیار جا جالب است. یک نفر در خانه دیگه بخارش میدرقه بر من بسیار جا جالب است. رامشگر یگانه چیزی را که زیاد تکرار میکنم میگه بسیار جا بر من جالب است. اجرایی را کردی خوب بود، در کرد شفتل بود. اگه متوجه شده باشید در این منطقه خودتون متوجه شدی اجرایی که در کرد شفتل بود، یک دم خود انداختی در کرد رشقه. و آهنگی را که انجام دادی خوبیام دهش بود. یگانه خوبی را که من دیدم شما هم شاید متوجه شده باشین شعر غلط کردی. خو اجرای فوق العاده مقبول بود، زیبا بود، مرا خوشم آمد و بهترین کله را داری. مگم به کله جنگی 6 نمره. شادکام صاحب از دوستم دارم. پنجشنبه جان گل، پنجشنبه جان گل خوب اجرا کردی، مقبول اجرا کردی. از این که هفته گذشته جواب نداشتی، من می خاطر 2 نمره تا کم میکنم، 8 میتونم برات. سبا با زلفی یار من چی کردی، زدی بر هم قرار من چی کردی. جان بیادر یک ذره ایسن استاد شوین بشینیم. در قصه موسیقی نمانو قدر بیادر. خودت خوب میخوانی، مرا خوشم آمد، به خدا باور کو اینمی رقم موسیقی را مدام زندگیم ندیدیم که خودت میخوانی. در هفته گذشته هم از جاده لای بر آمدی، یک دم در چهارراه استور در آمدی. خب بر صورتش اگه 7 نمره میته 7 سال چرت میزنه. 2 نمره از لایت، 2 نمره دیگه از سر 225. خلاصه 7 نمره میتم تا. آقا جان گلم، نازنین، بهترین، دلنشین، آیسکریم. خودت چقدر خوب میخونی را میفهمی؟ تو بسیار خوب میخونی. مرا می مرکیگکایت خوشم میه. بسیار یک مرکیگک خوب میری. مرکی اونو مرکی است که ماکیان بان خروز هم که بشنو سر تخم بیایه. و من به اجازه شادکام صاحب، رامشگر صاحب، قاسمی صاحب هم است، ترانه‌سرای مشهور ما. من زیاد آزارت نمیتم آقا جان، من برات نومیتم بابا جان. تو اگر از دلی ما خبر نداری میلیش، تو اگر بسو ارقم چیره سنوی مادرم کشیدی. تشکر. من همچنان دوستتان دارم. قاسم جان مرا گفت بیا در وکیلم باش دیگه. میخوای خواستگاری بیا شرمنده کشم میای کمه.
مرا به غلامی تو گرمی قسیم خود تگه پس که توتی آتش ببینه هر کس گرمی میکنه ما اگر فامیلتون مشکل نداشته باشه ما به غلامیتون مرا قبول کنین برشان بگو ما تجارت قروت میکنم گاو داریم گوسفند داریم بزغاله به مایا جان شما چی نظر دارین در مورد بیا همین نظر خواهد داماد آینده ما چون اجازه فامیلیم ندارم از آستینم بگی از دست اجازه من ندارم بریم شما در اونجا گپ بزنیم ما تشکر بازم نوروز مبارک باشه